این گرمای دلای چیزی همینجور تصادف خوبه بوره ماشین چه خبره راننده فراری کیه؟ جان ما سلام چی بگم؟ جریان چیه؟ حاجی ما داشتیم مسیر خودمون میاد این ناگهان ما داشتیم می‌پیچیدیم این وقت ظاهرا روی از پشت بازو مقصر میه راننده کیه؟ تو عقب من راننده شاسی منو زده نگاه کن داروشیم چی کنیم؟ سگتم بانو راننده کیه؟ راننده منم تو شیعی؟ آره گوینو مدایی؟ گوینو منو کنم چه گوینو بگوه؟ تو همین الان داشتی خوبی؟ سلامت باشی جان زنده باشی ممنونم جان جان اینو میخوام تو معمولی همون تو تو کی؟ من دستم مریم خانم بزرگ تو جلد دست میبایی من مریم خانومم میشه بسه آقام زنگ بزنم که ایشون هم چی بیاد؟ آقا کیه؟ آقا ناینی آقا چیه؟ آقا ناینی چیه؟ آقا ناینی بده جایی دیگه جان سربان تو آقا چیه؟ آقا به حرف من گوش بده داداشم زنگ بزنم بیا آقا دارمه چیه؟ داداش چیه؟ جان سربان سربان جان سربان این خانوم رو برکن این داره تو گول میزه این شیطان رجیمه بیا حرف من گوش بده تو بیا پیش من یه لحظه بیا نه خان تو دست من من دارم به این میگم آقا من مقصر اپوش زد به من دو آقا مصنع به من نگاه کن جناب سربان به این من شیطان زن راننده میشه آقا میرفتم خب اصلا چرا ترمز نداشت یه هوی با فراری چرا ترمز نداره فراری داشتی که من زدم بالای 100 میلیون قیمت ماشین اگه میگیره حالش هم بره شما ببینیم چراغ ترمز کو بوده؟ من که گفتم نداره چرا ترمز چراغ ترمز کو اینجا رو زنی؟ با خدا مگه داشت 2 دقیقه پیش داشت میتونم برم نه تو بعدا تی تکلیف معلوم کن آقا من شاهد دارم آقا ترافیک من خودم ماشین رو جا حرف من گوش بده جناب سربان، آقا حرف من گوش بده من در ترافیک گشتم نمیگن آقا حرف راست هم بچه بشنو جناب سربان، من شاهد دارم. فراری بلدی نکشی؟ چی؟ فراری فراری دگرش فراری من دگرش میخرم من خیلی بروش ماشین تو فراری دگرش ماشین داری؟ سربان، من آقا پیشم افتاده. یه لحظه وایسا خانم ما پشت زدیم بالا مقصر ما نه دیگه دیگه تو تو چرا تو ترمز فراری نداشتی؟ دگرش من در کار دارم تو من فراری فراری میکشم تو چیکار تو میکنی؟ من کار دارم خانم جو سوال داشتم علت چیه؟ تو باید اینجا بیای فراری کروکی دگرشی من این ماشینم ده کروکی رو مگه اینجوری میگه چه کجا؟ آقا ما دارم فراری دگرش ماشین من ضرر خورده آقا مقصری فراری دگرش تو خانم حرف صحبت من می‌کنیم. تو من حرف من نمیگم قبول آقا من نداری چه هرچی هستی نه اصلا آقا من تو نمیگم حرف من قبول نداری میگم من شاهد دارم آقا من در هرچی هزینه من در دیم هزینه یه فراری میدونی چه این فکر یک تومن 2 تومن آقا بله رئیس این چیه؟ اول از همه اینکه بفهمید که با یه خانم ذره داد بلند سر میزنن سر خانم داد میزنن خانم اول شروع کرد شما ما- ببینید چی شده آقا چیز ناینه چراغ ترمز نداره آقا تو پایله پیش چراغ نزن چرا ترمز و ولو آقا برده رو سری رو چی میگن درسته بودی که اسلام خطرناکه به آقا مگه اسلام به روسری خانوم روسری درسته بودی نتونه سجای بله آقا چه به شاهد کیه؟ شاهد من ایشونه جناب سلام علیکم چلی بایی جان؟ حالا تو تو بیت من یه سلام رحمتی. علیکم کیه؟ بله الله صلی علی محمد و آل محمد جانم بفهم چون یکی از آبجی‌های من هستن بله. داخل گروه محفل آسمانی یکی از آبجی‌های من هستن چه بعد ربطی به برنامه تاریخ ریخته بود. همون حرفو بزن شهادت تو بده آقا دیگه اصلا تصادف نکن دیگه. برنامه ریخته بودیم شمال بله محمل آسمانی شنبه ها برنامه ریختن شمال کومیل داریم نه آمزاد ابراهیم بعد با گفتم عرق ادامه‌شو نعنا گوش بده آره با عرق نعنا بسیار بله عرق نعنا؟ بله ترکیب حضرت گلاب. زکریا روزی از محمد بله اصلا از اینجا نماز میباره بعد ما خیلی محفل آقا پیش میشه نگو شهادت گرم شده بود تصادف کردیم آقا وقتی مامور مملکت رو دارم تو میگیرم چی کنی دی دست ما نبا تو داری نه چه ربطی به تصادف تصادف داری داره آقا تصادف استغفر الله
صدا اینه تصادف کنه آقا تعدیم من استغفر الله. زنی زنی چشه خواستم بدونم یه اومد جلو ما پیچید. درسته که تنظیم غیرت معلومه کی هستن یه دونه جا کم هم داریم عزیز. ما خواستیم میتونیم با ما تشریف بیارین سه‌شنبه ساعت 7 غروب محفل. شما زحمت بخشیدین بیامونی تا اینجا شما همونجا زنگ هم بازو بیم ما شما شما تشریف ببرید من حتی یک ساعت خانم تو مطمئنی؟ عرق نانه مطمئنی چیزی قاطیش نیست یک ساعت دیگه خار شده رو بس عزیزم. یک ساعت دیگه اتفاقات آقا من شاهد من شاهد من بیا بالا گلی خوشگلی گلی دلبری بشار. عمو جان. نگاه کن جان ما داشتیم میچیدیم شاهد من اول گوش بده ببین. بله. شاهد من بیا عزیز دلم بیا بالا من کامرام درد میکنه جانم بفرمایید سلام کنم سلام سلام خوبی ما داشتیم میرفتیم آره. خب یهو دیدیم که از پشتمون یه چیزی خورد نخند از پشت ماشین یه چیزی افروش یکی زد آره از پشت یکی زد بهمون به قرآن راست میگم به بچه با قرآن قسم خب از قدیم یه ضرب المثل میگه قسم حضرت عباس و باور کنیم میاد دم خروس آقا تا دم من آقا دم خروست اینجا معلومه که عزیز چیز من. خطر نداره گوش بده چرا این خانم چرا مشخص ماشینش رفت ماشین آقا برندی پارک کنه رفته ماشین حجابشو درست کنه تا اصلا برادر من. جان. دیر شده. دیر شد. آره از الان میگم آقا من اینجا 50 میلیارد به خاطر یه سوار ضرر ایشون کردم اگه رو من سربان گوش بود بده. خواستی چرا ترمزی رو درست کنی دیگه. چرا آقا من واقعیت چرا آقا ما دادیم به بچه ها اسپورت بگیرن این چون ماشین فراری مال کجاست فرانسه ها فراری ساز می‌کنم مال بچه‌های کرج باشه ایتالیاس فراری مال ایتالیاس نمیدونم بچه ها سوار کردن اسپورتش رو بیارن بعد اینو ما دیروز کندیم امروز اسپورت من داشتم این از اصلا چراغ ببندم من اینجا اگه دقت کنید داشتم میپیچیدم به راست یهو کونم خود چی میگی؟ اصلا چرا چراغ نداشتم داشتم میبردم که چراغ رو وصل کنم اصلا من چراغ نداشت الان که نداری خب مقصر 55 میگیرم مقصر چی ماشین چی کاری ماشین منی واسه ماشین خسارت ایشون هم من درست میکنم آقا بده من چاپ کردم من چیلی جبران تو چی کار داری آقا بچه داری پول داری؟ بعد تو دیدارش رو بابا بریم باشه من پول دارم برای خودم دارم ببخشید، من آقا یه لحظه برد مقصر من ما هستیم و بچه های راه رسیده هستیم که یه دقیقه بیا ماشین های فراری رو چک نمی کنیم نه 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 من هیچ جور نمیتونیم من اصلا انسان خریداری آره خانم چهار من شما که دست خانوم نزن دست خانوم نزن یا علی جام سربار یه لحظه گوش بده جام آقا تو اصلا نگاه کن من چه وز خوریم من حاملم حاملوی این میگه یا چی دی حاملوی شده کرد آقا گوش بده مقصر از پشت کیه؟ اون دروغه با این حال من چیزو کنم آقا گوش بده جان. با این گپ فاصله رعایت کن نه فاصله چیه آقا باشه جام کمگم دارم توجه کنم به یواش نه خونی توجه کنم من اونجا توجه کنم بعدن ما شما اونجا توجه کنم خواهی بده توجه کنم با این که اصلا اینجوری من گوش نتون بکنم چی هستن آقا من شما خانم یه تن خانوم نزن میزنی من دارم دست خانوم نزن من دارم اینجا توجه کنم با این که ایشون مقصر هستن بنده یه مبلغ ناچیزی برای بچه ها اصلا شیرینی من به شما میگم بستگی داره این داره فلوس اینو کلا ژنتیکشون اینجوریه چقدر به من هر
توی قیمتی داره آره. اصلا چی تو این دنیا قیمت نداره آره چقدر؟ چقدر میخوای کار تو چقدر راه میفته نمیخوام. دو تا من خوبه ذاتی من چیه؟ آقا مدیر من پول جناب نمیخوام که. سروان من پول نمیخوام داره که. رشوه میده به من حواستون رو گفتم جمع کنید آقا بپوشونو تو کادر نیستی بیبر تو کادر من نیستم جان من هم نیستم. آقا یه لحظه رشوه ندید. مامور راهنمایی رانندگی اینقدر سوسونزور آقا جان شما بگید کجا نه کاره بذار من کاری اینو برسم این بده. آقا من جریمه بزنم خودش که فراری نیست که. آقا من چرا باید جریمه آساد باشم جان این حرفا زده به ماشین نگاه کن مقصر. جلوی کابودش چیه؟ آقا نماد آمریکاست. آره اینا همه آمریکایی آره، اینا همه چرا؟ محصولات کشور خارجی. آره راست میگی. آقا تولید گوشی محصول سایه آقا گواهینامه‌تو بگیر آقا. گواهینامه من بگیرم چیکار کنم خسارت منو خسارت یک پنجاه. کجا 50 حالا چی ایشون هم شما رو من میدم چون که خیلی ممنون سرت متشکرم آقا بچه آقا وایسا میگم برو راهنمایی. این بچه خودی کرد پول زیاد آقا دوباره من دارم باهاشون صحبت میکنم. سلام برادر چی شد؟ این تو مجرده؟ بله آره اتفاقا داخل شما قرار بود که با هم دیگه نماز شکر بخونیم برای اینکه شوهر گیرش بیاد. خیلی آبجی خوبی هست. مؤمن با خدا با نماز. آبجی‌های زیادی در گروه محفل عاشقان. من از شما عذرخواهی میکنم. من از اصلا- شما که بادم آقا این زده به ماشین من چرا بدون چراغ میای داخله؟ آقا من یه چراغ عقب ندارم خسارتش رو هرچی بشه میدم ایشون زده عقب منو مالیده آقا این آقا رئیس کیه؟ من بیرنگ بودم رنگ دو اینقدر رفته تو پشت من آقا ایشالا بیشتر بره تو فکر کردی کی هستی بیام به عقب تو بمالم به خانم میخندی بیادم آقا تو اونور اصلا چرا میری؟ تو مگه شیفتت اینجا نیست صحبت میکنی داره میفته برادر من میفته صحبت برادر من این شیطان تو نه کجا بریم؟ این شیطان رجیم این جلوی تو شالشو باز میکنه این میبنده گول بخوری شان این دروغه اوریلا چه حرفیه یعنی سی بود گواهینامه می دستر من بله برم هده ماره گواهینامه نگم تو سوزی نگم گواهینامه من دسترم شب بخیر میخواد چشم بزنم بله